اسلح کیه؟ کیست که صلاحیت بیشتری داره؟ بنده اینجا 2 تا ملاک رو ذکر کردم. هر کسی که در تقید به دین، تقید به عمل دینی و تشرع دینی بهتر و جلوتر باشه. هر کسی نسبت به استقلال کشور و آویزون نشدن کشور به این و اون قدرت دنیا اصرار بیشتری داشته باشه، واقعا استقلال کشور رو بکنه. هر کسی به مبارزه با فساد به طور جدی عقیده داشته باشه که با فساد باید مبارزه کرد. هر کسی نسبت به منافع ملی جدی‌تره، یعنی حاضر منافع شخصی خودش رو قربانی کنه در مقابل منافع ملی. هر کسی این خصوصیات داشته باشه، اون اصلا مسئله دین، مسئله استقلال، مسئله مبارزه با فساد، مسئله منافع ملی، تعصبات جناحی رو بذارن کنار، در قضایای مختلف ببینن چه چیزی مناسب با منافع ملی است و مایه عزت کشور و آسایش کشور و پیشرفت کشور، اون رو ترجیح بدن در مقام تعارض منافع بین منافع شخصی و منافع جناحی و منافع ملی. این به نظر من اصلا اینه. این رو هم بایستی با مطالعه، با دقت در حرفا، با شنیدن از افرادی که مطلعاً، آگاهن شما به دست بیارید. کار سختی نیست، کار نشدنی نیست.